ای وطن فرخنده استقلال تو، باشد اقبال من و اقبال تو. شرح آزادی خلق من بود هر ورق هر پاره شرح حال تو. حسن تو هر صبح با نور خدا میرساند بر جهان فیض و صفا. زختری طالع نیکت جاویدان می تراود شعله مهر و سخا. ای بلورین صفحه ایمان خلق می درخشی چون فری وجدان خلق. این مبادا گرد کینی دشمن ذره شیند بلفی جان خلق. خلق تو همزاد ننگ است و غرور، توشه جان گیرد از شید شعور. بارها آوردد از ظلمت برون با صفای سینه پرموج نور. آن که او بحر نجاتی تو شتافت، راز و رمزی زنده ماندن را شکافت. گوهر آزادگی را عاقبت از نهاد پاک از اصل تو یافت. من به امر تو روانم ای وطن، با تو فاتح جهانم ای وطن. با تو هستم در غم و شادی شریک، با تو مانم با تو مانم ای وطن. جلوه دارد بخت در لبخند تو، تا ابد جانم بود پیوند تو ای وطن. ای قبله ایمان من با وفایم با وفا فرزند تو. ای رسیده بر سری من بر سرای من، وقتی ناسازی چو سازی من نوای من. وقتی بیماری من همچون دوای من، کرده ای عمری جوانت را فدای من. پیشوای ملت من پیشوای من، راه ساز و ره گشا و رهنمای من. پیشوای من هم صدای من، پیشوای من هم صدای من. توسعی در عالمی فانی بقای من، کرده ای بارو در این دنیا بهای من. با دعای من رسیده از خدای من، میهنم را کرده ای جنت برای من، جنت برای من. پیشوای ملت من پیشوای من، راه ساز و ره گشا و رهنمای من. پیشوای من هم صدای من. از تو باشد نوری نو، در خواب ندانیم ما. قدرتی نو زوری نو، در جسم و جانی ما. آسمان صاف و بیغش آسمانی ما، راه ساز و ره کشا و رهنمای من. پیشوای ملت من پیشوای من، پیشوای من. ای پیکاری وطن مایاورت هستی، ای پروبالی وطن بالو پرت هستی. در همه کاری نجیبت در برت هستی، پیشنوین پیمان و
این رای و رای من، این رای و رای من، این رای و رای من. پیشوای ملتی من، پیشوای من، راه ساز و راه کشا و راهنمای من. پیشوای من، هم صدای من، پیشوای من، هم صدای من، پیشوای من، هم صدای من. دستاوردهای کشور محبوب ما در فاصله کوتاه تاریخی شهادت روشن آن است که خلق ما با همت بلند سازندگی و فرهنگ پروری و انسان دوستی و تحملگرایی همه گونه مشکلات را پس سر نموده همیشه به سوی پیشرفت و به خاطر آبادی و ترقیات سعی و تلاش میکنند. استقلالیت دولتی که جمهوری تاجیکستان در تاریخ خلق تاجیک نادرترین پدیده سیاسی و سرنوشت ساز می باشد. این روز بر حق آغاز دوره کاملا نو در تاریخ دولتداری تاجیکان، مرحله تازه در تشکل تفکر و فلسفه دولتداری محسوب می شود. ما در آغاز دوران صاحب استقلالی با تکیه به هستی تاریخی، عقل و خرد و اراده قوی خلق خود توانستیم که آتش جنگ داخلی تحمیلی را فرو نشانده پرچم آزادی و عدالت را به خاطر حفظ اصالت و ارزش‌های ملی و وحدت و همدیگرفهمی خلقمان استوار گردانیم. یعنی تاریخ بعد از چند ساله بار دیگر به ملت صاحب تمدن ما امکانیت احیا نمودن سنت‌های اجدادی دولتداری را فراهم آورد و در خریطه سیاسی جهان نام دولت مستقل و صاحب اختیار تاجیکان را ثبت نمود. نسل امروزه باید به قدر رنج و زحمت‌های نسل کلانسالان رسند و رسالت خویش را در راه حفظ و آبادی وطن اجرا کرده توانند. جوانان سعادتمند زمان استقلالیت باید چراغ افروخته پدران را فروزان نگاه دارند و با نور آن راه خود را در پیشرفت دولت دنیوی و حقوق بنیاد تاجیکستان روشن بسازند. با اظهار چنین امیدهای نیک بار دیگر همه شما را با افتخار 31مین سالگرد استقلالیت دولتی تبریک گفته برایتان خانه آباد، اقبال نیک و به وطن محبوبمان صلح و آرامی جاودانی آرزو می نماییم. سرود جان
مظفر است با شفقتی پیشوا شده آبادانه چون رستمی دور چون رستمی دور شهر را میرو فرست دریای صفای خلق استقلال است فردای بقای خلق استقلال است از شهرت پیشوا سرای سرود جان بخش نوای خلق استقلال است دریای صفای خلق استقلال است ما در رهی اصلی نو
ای دوستان جانی ما آمده مهمانی، ای دوستان جانی ما آمده مهمانی، با یک جهان محبت با لطف و شادمانی، با یک جهان محبت با لطف و شادمانی. آشی پلو با مزه، آشی پلو خوشمزه، آشی پلو با مزه، آشی پلو خوشمزه، لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان، لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان. با قضی و بازیره با برینجی دل زیره، با قضی و بازیره با برینجی دل زیره، با گوشت خاک و جزه آش می شود با مزه، با گوشت خاک و جزه آش می شود با مزه. گردیده تاجیکستان مانند باغ و بستان، گردیده تاجیکستان مانند باغ و بستان، با پیشوای ملت فردای ما درخشان، با پیشوای ملت فردای ما درخشان، فردای ما درخشان. آره به سوی بخت خود پیدا کند ملت، رهبر رسید و رهنما از جاده قسمت، وقتی نکوی خلق را بنویس در سرخط، دولت ملت محترم شد ملت از دولت، با پیش ما دیده ما روی نکوی بخت، با پیش ما پیشی رهی ما با سوی بخت.
ادامه برنامه. راغون رمز بخت تاجیکان. ملت پیروز تاجیک امروزها در آغوش استقلال دولتی خود سربلندانه با اعتماد و باور در پی رسیدن به ارمانهای بزرگ ملی خود قدم می‌بردارد. بنیاد دولتداری نوین، ثابت‌سازی ارض هستی جوانمردانه خود رو بر روی عالم و آدم بوده است. دستاورد و پیروزی‌های به سابقه ملت ما در این مدت کوتاه تاریخی گواهی پیروزی، سرشت نیک و جوانمردانه، خرد و فضیلت، دانش و ادب، فرهنگ والای این ملت کهن بنیاد و صاحب تمدن ماست. پیروزی و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی حساب ندارد و بدون شبهه در این شمار بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون که یکی از بزرگترین ساختمان‌های عظیم جهان محسوب یافته و بی‌نظیر است، مقام خاصه را اشغال می‌کند. بنیاد راغون تنها بنیاد یک نیروگاه نیست، بلکه برای ملت تاجیک در این مرحله سرنوشت سازی تاریخیش بنیاد خود ملت و خود خلق، خود کشوری کهن بنیاد ما گردید. زیرا اولا راغون بزرگترین و گرانترین امتحان ملت ما در پیش تاریخ و جهان بود. سپس بنیاد راغون بنیاد و احیای خود ما گردید. زیرا راغون در گرانترین روزگار بر مقابل آن همه صد و مانع‌های شدید بر علیه همه آنهایی که ضد بنیاد آن بودند و می‌گفتند این کاری ناممکن است و همه کار را کردند که آن ساخته نشود ساخته شد. اعتماد و باور و جسارت پیشوای ملتمان راهنما و الهام بخش خلقمان گردید و ما راغون را ساختیم، افسانه را حقیقت کردیم. خیرت ازلی، متانت و ارادت قوی و محبت بلند وطن دوستانه پیشوای ملت امام علی رحمان و خلق شریفمان عاقبت به این پیروزی ما را رساند. آره، امروز راغون بشارت است، راغون عدالت است، راغون حقیقت است. بنیاد راغون بیش از بنیاد یک نیروگاه عظیم است، زیرا پیروزی راغون پیروزی استقلال دولتی، وحدت ملی، دوستی و جوانمردی و یگانگی ملت ما گردید. بنیاد راغون درخشانترین پدیده تاریخی خلق تاجیک است، رمزی است که در آن همه رمزهای بلند انسانی و فرهنگی و تاریخی ملتمان جمع الجمع ظهور مجلا یافتند. آره، ما راغون را در روی تخت پشت خود چون کاخ آرزوی 770 پشت خود برای شانه های خود چون تخت شان و شان خود ساخته ایم. این است که نور راغون نور عادی نیست، این نور بخت تاجیکان است، نور است که از عمق هزاران ساله ملت ما سرچشمه می‌گیرد، یعنی نور خیرات، نور شرف و سعادت ملت ماست. در ردیف بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون، بنیاد هستی ملت ما، امید و آرمان‌ها و هدف‌های والای تاریخی آن ادامه دارد. بیهوده نیست که امروز موضوع راغون موضوع افتخار ملی، خودشناسی و وحدت و یگانگی ما، موضوع شعر و سرود و سرور سرافرازی اهل قلم و اهل هنر و اهل علم گردیده است. اینجا نبردی انسان و سنگ است، امروز راغون میدان ننگ است. بنیادی راغون ننگی دیار است، میدانی قدر است، میدانی آر است. خیزید خیزید با نامی راغون، سرها
سرها فرازت در بامی راغون، سیمای میهن سیمای راغون، فردای میهن فردای راغون. بیاره آورد اینجاست میدان مردی، ای مرد اینجاست با کاخی راغون ما سرفرازه تا هفت گردون سر بر فرازه. خزت خزه با نامی راغون سرها فرازه در بامی راغون، سیمای میهن سیمای راغون، فردای میهن فردای راغون. پیشوای فرزانه خود با شانی میهن در شانه خود، دستا به دستم جانا به جانم، صدها هزاران در یک روانه. بنیادی راغون بنیادی ما با خورشیدی راغون خورشیدی ما با. خزت خزه با نامی راغون سرها فرازه در بامی راغون. خزت خزه با نامی راغون. راغون تو را ما ساختیم، راغون تو ما را ساختی، با خود چراغ بخت را افروختی افراختی. دستی محبت گر نبود در پیکری سنگینی کو، تندیسی میهن جلوگر چون گشت انسان باشکو. دستی صداقت گر نبود در قعری سنگین زمین، آیا توان بنیاد کرد این نقب‌های آذرین؟ بنیاد تو افسانه شد در پیکری سرد زمین، بر خلق نیکاین ما تاریخ خواند آفرین. بینگر حقیقت را چیسان ز افسانه ها بنیاد کرد، بندی هزاران ساله را بگسست تا آزاد کرد. جان در خطر مردانوار او پیش دریا را ببست، صدها طلسم راه را با دست خود تنها شکست. پیروزی رستم کنون با اژدها افسانه نیست، سیمرغ بخت ما دیگر در آسمان بیلانه نیست. بال و پرش احسان ماست، فیض و فرش از جان ماست، عشق وطن بخت بلاگردان ماست. راغون تو ما را ساختی، راغون تو را ما ساختیم، در کارزاران وطن جان دل و سر باختیم. ساروج بنیادت وطن از اشک و خون ما بود، نیروی به همتای تو مهر فزون ما بود. راغون توی راغون منم، روی کفی ننگ زمین، بنیاد اصلی خیش کرد این ملت نور آفرین. راغون صفا، راغون وفا، راغون بقای ما بود، ارمان چندین عصر امید نیای ما بود. انوار فضل خلق ما ای دوستان راغون بود، افسانه عصرها در پیش افزون بود. تندیس پیروزی ما افراخت قامت در جهان، بادا مبارک بر همه تندیس بخت تاجیکان. جهان حیران بود از همت ما، نشانی بخت در آغاز راغون.
мунаввар мешавад дунёи тоҷик зи хуршеди баландовози роғун. من سرودی نابی راغون، سرودی جاویدانی آبی راغون، سرودی من سرودی نابی راغون، سرودی جاویدانی آبی راغون. تسنای توانی کارگرها، تمنای دلی شادابی راغون، تسنای توانی کارگرها، تمنای دلی شادابی راغون. سرودی من سرودی نابی راغون، سرودی جاویدانی آبی راغون، سرودی من سرودی نابی راغون، سرودی جاویدانی آبی راغون. گلشن شود از نوری راغون، زینامو مسندی مشهوری راغون. نظرگاهی تمامی عالم امروز، شکوه و شوکتی منظوری راغون. سرودی من سرودی بختی ملت، سرودی تاج ملت تختی ملت. هماهنگی صدای کارگرها، هماوای نوای عهد ملت. براغون من ببخشم سرترانه، سرودی بختی خلقی جاویدانه. بیا با همچو دریا میشتابیم، به قصری نور با چنگ و چهانه. سرودی من سرودی نابی راغون، سرودی جاویدانی آبی راغون. سرودی من سرودی نابی راغون، سرودی جاویدانی آبی راغون. تسنای توانی کارگرها، تمنای دلی شادابی راغون. تسنای توانی کارگرها، تمنای دلی شادابی راغون. هماهنگی صدای کارگرها، تمنای دلی شادابی راغون. وطنساز و وطنناز و وطندار. استاد کمال نصرالله در یک مقاله‌اش نگاشته است: آیا احساس کرده اید که واژه وطن در سالهای آخر در تاجیکستان عزیز ما بیش از هر وقت ورد زبان مردم است؟ چرا؟ زیرا مسئولیت وطنداری در دوره نوین صاحب استقلالی خلق و ملت ما را بیشتر فرا گرفته است. در ادامه می توانیم بیافزاییم که واژه های وحدت و استقلال نیز امروز از کلمه های مهمترین حیات ماست که بیشتر از همه به اصالت این مفهوم های وطنساز نیاز داریم. تاجیکستان وطن وحدت و همگرایی و استقلال راستین است.
اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان پیوسته القا می‌سازند که استقلال چراغ افروزنده امروز و آینده جامعه ماست که بدون آن نمی‌توانیم بزرگترین آرمان‌های ملی خود را پیاده سازیم و تاجیکستان عزیز خود را به وسعت آبادی، ترقی و پیشرفت‌های بی‌نظیر ببریم. با دعوت و هدایت‌های هادی وحدت ما، پرزیدنت محبوب، وطن ما حالیا وطن نوروز است، وطن صلح است، وطن گلها و آبها و چمنهای مبراست. این همه آغازهای نیک از اجلاسی 16 شورای عالی سعادت پرتوی ما شروع می شود. شاعر می فرماید وحدت از دامان مادر می شود آغاز و ما هم امید می بندیم که بنیاد خانواده ها محکم و قوی باشد و بنیاد وطن جاودانه بی‌گزند بماند. من نیز چون یک تن عضو جزئی وطن دلبند و چون یک تن مادری تاجیک دستی دعا می کشایم که تاجیکستان ما با یمن استقلال و اجلاسی آغاز بخشش وحدت کده و سعادتگاهی جاویدان باشد و در گلبند علم و فرهنگ و تمدن پرچم پیروزی ها را پرطرفشان نماید. این سروده را که نیایش دل مادران وطن است به شادبادی، رفاه و سعادت پاینده تاجیکستانم موزون نمودم. بیا وحدت نوا باشیم امروز، سرخبار صفا باشیم امروز، وطن ساز و وطن ناز و وطن دار، وطن را متکا باشیم امروز. همه یک دل، همه یک روح و یک جان، به دردی هم دوا باشیم امروز. به فرداهای مسعود و منور رهاره رهکشا باشیم امروز. الا ای مادران تاجیکستان، دعا اندر دعا باشیم امروز. هم آواز و هم افکار و هم آمال به گرد پیشوا باشیم امروز. با چنین آرمان بالا و دعای نیکی مادرانه آرزو میکنم که همه ما و شما با سلامتی و توفیق و فرخندگی و قدرت همگانی برای بنیاد بنای محتشم فردای وطن دست به دست و دوش به دوش، جان به جان جهد ورزیم. تاجیکستانی عزیزم، روشنی زیبای تو، بهر هر یک تاجیکی دنیا خود دنیای تو. همچو دل مانند خورشید و چو مادر در جهان، چون بهشتی آرزو یکتای به همتای تو. همچو دل مانند خورشید و چو مادر در جهان، چون بهشتی آرزو یکتای به همتای تو. چون بهشتی آرزو یکتای به همتای تو. می سرایم با هوس از وقتی خوش اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. می سرایم با هوس از بعد خوش اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. جشن استقلال تو. اوجو برار است از استقلالیت، دل فریب چون بهار است از استقلالیت. با
ماست که در آغوش مهرم زندگانی دلکش است. مردمانه بختیار از فیض استقلالیت ماست که در آغوش مهرم زندگانی دلکش است. مردمانه بختیار از فیض استقلالیت مردمانت بختیار از فیض استقلالیت می سرایم با هوس از بخت خوش اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. می سرایم با هوس از بخت خوش اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. جشن استقلال تو. با ابد در روی عالم تاجیکستان زنده باد. با شعاع نور آزادی ضیا بخشنده باد. شوکت امروزش ده چند در آینده باد. تاجیکستان زنده باد و زنده باد و زنده باد. تاجیکستان زنده باد و زنده باد و زنده باد. می سرایم با هوس از بخت خوش اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. می سرایم با هوس از بخت خوش اقبال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. تاجیکستانم مبارک جشن استقلال تو. جشن استقلال تو. تاجیکستان تاجیکستان زنده باد. نور بخش این وطن شد فیض استقلال ما. زیب این باغ و چمن شد فیض استقلال ما. صفحه زرین بروی تاجداران باز کرد. همدمی هر انجمن شد فیض استقلال ما. سغد و ختلان و بدخشان را به هم پیوست کرد. یک دل و هم سخن شد فیض استقلال ما. سینه انزاب با روحی توانایش کشاد. کوه کن هم کوه تن شد فیض استقلال ما. با نسیمی تازش راغون چراغان می شود. روح بخش و جان و تن شد فیض استقلال ما. رهنمای زندگی ملت صاحب ظفر. مونس هر مرد و زن شد فیض استقلال ما. با نشاط و خرمی دل دعا گوید شاعر. همچو کاخی بیگزن شد فیض استقلال ما. زینو احیا شدیم. صاحب استقلالی برای ملت تاجیک آزمایش های وزین و سنگین را پیش آورد. خوشبختانه ملت وطن پروری تاجیک فداکارانه، جانسپارانه و قهرمانانه از استقلالیت خود و دولت خود دفاع کرده توانست. تاجیکان با سروری راهبر دوراندیش خود، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان مشکلات زیادی بعد جنگی را برطرف کرده صلح و ثبات را در مملکت برقرار ساختند. ملت تاجیک ساخت دولت دموکراسی دنیوی و حقوق بنیاد را انتخاب نمود. مقصد اساسی انتخاب نظام دموکراسی پیش از همه تأمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، فراهم آوردن شرایط برای مهنت و زندگی آسوده، ولایت قانون، پایداری عدالت و اشتراک فعال مردم در اداره کنی دولت می باشد.
ما به آن اعتماد داریم که تنها ساخت امروزه دولت دنیوی ما برای عملی شدن آرمان‌های تاریخی و امروزه تاجیکان از هر جهت سازگار است. حادثه و واقعه‌های پرآشوب ابتدای سالهای 90 وادار نمود که عاید به مسئله تأمین امنیت ملی و دولتی، نگاه داشتن آرامی افزای جامعه، پایداری صلح و ثبات و تحکیم استقلالیت و حفظ دستاوردهای آن اندیشه کنیم که این همه یک قسم ترکیبی سیاست دولتی ما محسوب می شد. ماه نوامبر سال 1992 در قصر ارباب ناحیه باباجان غفاروف اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان برگزار گردید که در آن تمام فیشنگ‌های حاکمیت از جمله اساس‌های ساختار کنستیتوسیونی، معیارهای تنظیم کننده حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دوباره فعال گردیدند. پول ملی با معاملات برآمد و شناسنامه ملیمان در عرصه جهانی اعتراف گردید. ما یکی از رکنای اساسی دولتداری مستقل ارتش ملی و نیروهای سرحدی را تأسیس داده حفظ مرز و بوم وطن و سرحد دولت خود را تحت نظارت دائمی گرفتیم. ذکر باید کرد که دوران استقلالیت دولت جوان تاجیکان در بین ممالک اهالیش مسلمان و عموما جامعه جهانی معاصر موقع و منزلت خاص پیدا نمود. دولت ما از پاکیزگی دین مبین اسلام همیشه محافظت می کند و با دعواگران همبستگی دین اسلام با تروریسم و اکستریمیسم بین المللی مبارزه می برد. دوام 31 سال تاجیکستان با دستاوردهای بی‌نظیر اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی نائل گردیده است. تاریخ بشر شاهد است که در ظرف 1000 ساله ها دولت تاجیکان دوره‌های شکست و برهمخوری ها را پشت سر نموده مثل مرغ سمندر دوباره از خاکستر تاریخ احیا می شد. در پناه زمانها ملت ما از شیب و فراز تاریخ و آزمایش‌های سخت و سنگین گذشته باشد هم دستاوردهای فرهنگی، هویت ملی، زبان ناب مادری، علم و ادبیات عالمگیرش را نگاه داشته است.
خبری شادی پیراهن استقلال صد رنگ جلو دارد هر رود زلال تو پیغام صفا دارد ای ملت فرخنده ای شاد مبارک با آزاد مبارک با آباد مبارک با ای ملت فرخنده ای شاد مبارک با آزاد مبارک با آباد مبارک با دامان بهشتیه امروز گل افشان است روی کف دستان است جولانگه ایمان است بر تاج سرت ریزد از عرش صفا میهن ارغوش رود خلقت با ساز و نوا میهن با ساز و نوا میهن ای ملت فرخنده ای شاد مبارک با آزاد مبارک با آباد مبارک با ای ملت فرخنده ای شاد مبارک با آزاد مبارک با آباد مبارک با پیراهن آزادی در قامت تاجکان جولانی دیگر دارد چون همت تاجکان پیروزی استقلال ای یار مبارک با این بخت و چنین اقبال صد بار مبارک با صد بار مبارک با ای ملت فرخنده ای شاد مبارک با